با نام و یاد خدا و سلامی دوباره خدمت شما عزیزان و خوبان. راجع به 2 قانون طلایی زندگی صحبت کردم با شما. قانون اول میدونین چی بوده؟ گفتم که اولین سوال و مهمترین سوال زندگی ما این هستش که ما از زندگی چی میخوایم. دومین قانون زندگی که خدمت شما عرض کردم این بودش که سختی ها و مشکلات لباس مبدل در اومدن تا به ما فرصت رشد بدن. اینها در واقع آموزگاران و معلمان بزرگ زندگی ما هستن. ببینیم راجع به سومین قانون طلایی زندگی صحبت میکنیم و این هستش که در واقع واقعیت ساخته و پرداخته ذهن ماست. تلقی ما از واقعیت در واقع اون واقعیت رو میسازه. در واقع تلقی ما از واقعیت ساخته و پرداخته فکر و ذهن ماست و اینکه ما در واقع باید بیاموزیم که ذهنمون رو دوستدار خودمون بکنیم. هر چقدر ذهنتون دوستدار شما باشه، این مهارت رو در خودتون پرورش بدین، اون واقعیت هم به شکل زیباتری دیده میشه. کتاب قصه درمانی جناب اریکسون رو داشتم میخوندم با ترجمه در واقع آقای قرچ داغی. خیلی جالب مثلا نکته‌ای رو جناب اریکسون گفتش که یکی از موهبت‌های بزرگ خدا این بودش که به اصطلاح من فلج به دنیا آمدم. خیلی نکته عجیبی بود. گفت چون به اصطلاح قدرت تحرک دویدن به این ور اون ور رو نداشتم، مجبور شدم که در واقع توجه هم رو زیاد بکنم و ببینم که چگونه مثلا برادران من، خواهران من چجور با هم رفتار میکنن. دقت کردم چجور مثلا دلش میخواد این عروسک رو، این اسباب بازی رو، این لیوان آب رو، این غذا رو در واقع مثلا میخواد بهش بده، اما چون دلش نمیاد از زبان بدنش، یعنی مثلا فرض کنید که تعارف میکنه اما دلش نمیخواد، اون به اصطلاح از حالت چهرهش و اون رفتاراش من دقت کردم و متوجه شدم که رفتارهای آدما چه معنی میتونه داشته باشه. ببینید کسی که فرج بودن رو برای خودش موهبت دیده، میگه باعث شد که من بیشتر توجه بکنم. در قسمت قبلی از نیکوی آچیچ هم اسم بردم، کسی که بچه‌ای که بدون دست و پا به دنیا اومده. ایشون هم میگه من خدا رو شاکرم که خداوند به من موهبت زندگی این چنینی داده تا از زاویه دیگری من به زندگی نگاه بکنم. نه که مشکلات نداشتن این انسان ها، میدونیم مشکلاتشون خیلی بیشتری از کسی هستش که دست و پا داشته باشه دیگه. کسی که 4 دست و پا داره، کسی که فلج نیست، خب قاعدتا زندگی راحت تری داره، راحت تر میتونه زندگی بکنه، اما از یک سری نعمت ها که اون یکیش مثلا عرض کردم میتونه محروم باشه و بستگی به نگاهی که اون آدم داره که چجور ببینه میتونه به عنوان یک موهبت این رو در نظر بگیره. جلسه قبل گفتم که جناب ویندایر طلاقی که همسرش گرفته بود رو به اصطلاح چون پذیرش داشت، اون رو هم بعداً به عنوان یک موهبت در زندگیش در نظر گرفت. و اتفاقا خیلی جالبتر به شما بگم که وقتی که خود جناب ویندایر وقتی که در به اصطلاح دچار سرطان خون فکر کنم اگه اشتباه نکنم شده بود، گفتش که این رو هم من نعمتی از طرف خدا، موهبتی از طرف خدا میدونم، چرا که از طریق به اصطلاح این سرطان الان تجربیات خودم رو با شماها میتونم در قالب این کتاب نوشتار با شما در میون بذارم. خیلی جالبه بازم که اتفاقا استاد ارزشمندم آقای دکتر هادی خانیکی هم همین نگاه رو در واقع به زندگی داشتن و دارن. ایشون هم دچار بیماری سرطان شدن و 1-2-3 سالی رو درگیر بودن شیمی درمانی و غیره در بیمارستان شیراز. اونجا ایشون به اصطلاح بعدش که به محض اینکه از اتاق عمل بیرون می اومد، خود حالش بهتر میشد، راجع به نکاتی از به اصطلاح
جامعه شناختی به اصطلاح راجع به جامعه با زیست سرطانی خودش نوشت. یعنی تجربه زندگی سرطانی خودش رو و برداشت‌های خودش از جامعه رو سریع به اصطلاح نگارش در می آورد، میداد به روزنامه‌ها و رسانه‌ها و به اصطلاح در فضای مجازی و تلگرام و اینها منتشر می‌کرد. خب ببینید بستگی به نگاه زندگی کسی که سرطان میگیره به جای اینکه بزنه به سر و کله‌ش و قصه بخوره و فلان، این رو یک نعمت و موهبت میدونه. خانم توران میرهادی کسی که در واقع زندگی خیلی سختی داشت، وقتی که به اصطلاح مادر فرهیختش که آلمانی هم بود بهش گفته بود که توران جان غم بزرگ را به یک فرصتی بزرگ تبدیل کن در زندگی. چه نکته عجیبی، گفت غم بزرگ رو تبدیل به فرصتی بزرگ تبدیل کن. وقتی که برادرش فرهاد در واقع فوت میکنه، ایشون در واقع مدرسه فرهاد رو به اصطلاح راه میندازه. وقتی که همسرش در واقع وقتی که فوت میکنه، از اون در واقع پولی رو که داشته بود، حالا هم تلاش خودش و همسرش و به اصطلاح اون سرمایه‌ای که داشت رو میره یک فرهنگ لغت فرهنگ جامعه تربیت کودک رو می‌نویسه. و ببینید چه کارهایی. و فکر میکنم فرزندش هم فوت میکنه، نمیدونم الان حضور ذهن ندارم، ولی اینها ببینید غم بزرگ رو تبدیل به فرصتی بزرگ کردن. خب این نوع نگاه مهم هستش. این نوع نگاه ماست که ما میتونیم به اصطلاح بگیم که چه مشکلی پیش اومده. من با یه سری از کسانی که در واقع مهاجرت کردن، شهرهای دیگه رفتن فلان، من با یه سری هاشون خب صحبت کردم، چه کسانی که به اصطلاح خارج از کشور رفتن یا حتی دوستانی هم داریم که بالاخره نظامی هستند و بعد اینها وقتی که به شهرهای مختلف کشور رفتن، استانهای مختلف، چه می‌دونم عملیاتی و صبور معیشه و اینها، باهاشون صحبت کردم، میگفتن که اونجا سخت نبود، میگفتن اتفاقا بهترین خاطرات زندگی رو ما اونجا داریم. و اگر نبود دوری مسافت، ما همیشه دلمون میخواست که تو همون شهر تو همون استان بمونیم، چیزی که شاید به تصور خیلی ها هم نیاد که بخوان مثلا 2 کیلومتر از شهرشون فاصله بگیرن، از روستاشون فاصله بگیرن. یعنی میخوام بگم که اون در واقع نوع نگاه خیلی مهم هستش که ما این رو باید مد نظر داشته باشیم. و حالا نکته‌ای که همیشه میگم به شما، لایک کردن و حمایت شما و سابسکرایب بفرمایید فراموش نکنین. بودن شما به من انگیزه میده تا بیشتر در خدمت شما باشم. ببینید دوستان، ذهن ما مثل یک پروژکتور هستش که نور میتابه به اون جنبه‌هایی از زندگی. یعنی ما هر چقدر که به اصطلاح هر جایی که ما پروژکتور ذهنمون رو به اون سمت ببریم، مثبت یا منفی، تاریکی بپاشیم، وحشت بپاشیم یا نه فکر مثبت بپاشیم و امید، همونطوری به همون شکل اشیاء و به اصطلاح اون موقعیت به ما نماینده میشه. و اینجاست که ما باید ببینیم پروژکتور ذهنمون رو چجوری، این نور رو چجوری میتابونیم، با چه رنگی میتابونیم، رنگ سیاه تیره یا رنگ روشن. و اینجاست که به اصطلاح اون تلقی ما از واقعیت هم شکل میگیره. ما باید دوستان ذهنمون رو مهار بکنیم تا بتونیم در واقع از این مثلا موقعیت‌های سخت زندگی بتونیم به اصطلاح خیلی خوب به جلو بریم و خودمون هم نسبت به خودمون، هم نسبت به دیگران و هم نسبت به این جامعه و جهان هستی حس پذیرش خیلی خوبی داشته باشیم. ذهن مهار نشده دوستان من مثل یک حیوان وحشی هستش، درنده خوب میدره، از بس منفی فکر میکنه. جناب مولانا هم راجع به موضوع نکته خیلی جالبی داره، شعر خیلی جالبی داره، میگه دوزخ هست این نفس و دوزخ اژدهاست. حالا ایشون اسم نفس رو میاره، میگه دوزخ هست جهنمه و جهنم هم اژدهاست، کو به دریاها نگردد کم و کاست. یعنی هر چقدر آب دریا رو روی این دوزخ اون فکر منفی بریزی، کم و کاست به وجود نمیاد، هیچ کم نمیشه. 7 دریا را در آشامد هنوز،
7 دریا را در آشامد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. چقدر زیبا میگه. 7 دریا را در آشامد هنوز. کسی که ذهنش منفی باشه، پروژکتور ذهنش دائم خشونت، دائم پرخاشگری، دائم یأس، افسردگی بپاشه، و در واقع میگه 7 دریا رو هم در میخوره و هنوز به اصطلاح اون سوزش خلق سوزانه این نفس، این در واقع ذهن بازم کم نمیشه. 7 دریا را در آشامد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سوز. عالمی را لقمه کرد و در کشید، معده‌اش نعره زنان هل من مزید. میگه عالمی رو به میخوره و باز همچنان معده‌اش هاضمه‌اش همچنان میخواد که میگه کو به من بدیم، بازم غذا بدیم. یعنی میخواد بگه که کسانی که در واقع ذهن منفی دارن، این تلقیشون از دنیا تلقی منفی هستش، این دوزخی وجودی رو، این آتشی در درون ما به وجود میاره که قابل در واقع خوابوندن این آتش نیستش. 7 آب دریا رو بازم روش بپاشیم، باز همچنان مشکلات سر جا، مشکلات ذهنی ما سر جاشه. خیلی از کسانی رو من دیدم، شما هم قطعا دیدین، که خیلی وضعیت به اصطلاح نرمالی دارن، وضعیت خوبی دارن، یعنی خیلی نه بدتر از دیگرانن، حداقل بهتر که من خیلی دیدم هستن، حداقل بدتر هم نبودن، ولی خیلی احساس شکست میکنن تو زندگی، احساس ناکامی میکنن. این موضوع حتی برای خیلی ها که در زندگی مثلا فکر میکنن که حالا وضع مالی خیلی خوبی پیدا نکردن به اصطلاح وجود داره، هی افکار منفی به ذهنشون میاد، در صورتی که وضع مالیشون واقعا خوبه، از زندگی نسبتا خوبی برخوردار هستن، ولی دائم خودخوری میکنن. این به ویژه برای کسانی که مثلا کار شغل درست حسابی مثلا فکر میکنن ندارن هم پیش میاد. برای مثلا خیلی از خانم هایی که خانه‌دار هستن هم این موضوع پیش میاد، فکر میکنن که از زندگی عقب موندن، از جا غافل عقب موندن، از خیلی از ارتباطات عقب موندن. بنابراین اون جنبه‌های مثبت زندگیشون رو، اون زحماتی رو که برای زندگی کشیدن، اون فرزندانی رو که تونستن در واقع رشد بدن، بزرگ بکنن، این جنبه‌های مثبت زندگیشون نمیبینن. نمیگم مثلا توصیه نمیکنم به خانه‌داری و اشتباه نشه، من حرفم اینه که اون تلقی ما مهمه. و البته خیلی ها هم هستن که از این که مثلا فرض بفرمایید که خانه‌داری کردن و یک زندگی رو چرخوندن، فرزندانی رو بزرگ کردن به نحو احسن، از خودشون راضیان، و حالا بعداً راجع به چرخه زندگی زنانه هم اتفاقا صحبت خواهیم کرد. بعد اینکه بچه‌هاشون از زندگی به اصطلاح میرن بیرون، در یک دوره دچار به اصطلاح افسردگی ناشیانه از آشیانه خالی میشن، ولی بعد دوباره یک به شکل دیگه رشد میکنن، به شکل دیگه بزرگ میشن، به شکل دیگه احساس رضایتمندی میکنن، چون که یه اتفاقات دیگه میفته که حالا با هم صحبت میکنیم. دیگه اطاله کلام نمیکنم، خستتونم نمیکنم. لایک و حمایت و سابسکرایب هم فراموش نشه دوستان، تا بیشتر با هم باشیم و به من انگیزه بیشتری بدین که در کنارتون باشم. قربون همه شما، مراقب خودتون باشین. خدا یار و نگهدار. مراقب خوبیاتون باشید.